علی دهباشی هستم، از دوستداران سالیان سال زنده یاد مریم بیات. خاطرات بسیاری از ایشان دارم و همیشه از ترجمه های فوق العاده زیبای ایشان که اکثرش رو خوندم یا خریدم یا ایشون به من لطف کردن خوندم، استفاده کردم و قلم زیبای ایشان رو که در زبان فارسی یک موفقیت بزرگی ایشان داشتن در ترجمه که خیلی ارزشمند بود. خارج از اینها ایشان شخصیتی بودن بسیار مهربان، ایران دوست و همیشه قصه ایران رو میخوندن و همیشه آرزوهای خوب برای فرزندان ایران داشتن. من افتخار آشنایی با مرجان خانم در تاجیکستان در شهر دوشنبه رو داشتم. به ایشون و خواهر دیگرشون که افتخار آشنایی نداشتم همینجا عرض تسلیت میگم و میخواهم بگم که خانم مریم بیات هست، زنده هست تا زمانی که کتاب‌های ایشون در قفسه های کتابخانه های همه دوستداران ادبیات وجود داره. بنابراین حضور ایشون شکل دیگری در فرهنگ ما زندگیش رو ادامه میده.